با سلام به بینندگان بی‌نهایت گرامی، ساعت به وقت پراگاده هست و من چون همیشه در این وقت برای شما خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را میرسونم و از همه شما از آن دعوت میکنم که 3 ساعت پس برنامه ما رو در بخش مستقیم در همینجا با گزارش‌های روز تماشا کنید. دادگاه ولایت سوق یک ساکن 37 ساله شهر خوجند را برای کشتار و بیرحمی به 20 سال زندان محکوم کرد. شهرت پولود به آن گونه گردانسته شد که قصداً همسر و فرزندش را با ماشین پخش کرده است. در گزارش تلویزیونی وزارت کارهای داخلی گفته می شود که پولودوف 17 مارت ماشین اوپل وکترا را برای همسر 34 سالش شویره غنی و یک کودک مشترکشان رانده است. زن از جراحت‌های برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده، کودک به بیمارخانه انتقال داده شد. این جفت سال 2003 خانه‌دار شده 4 فرزند داشتند. شویره غنی و با جنجال و لط و کوبی پیوسته شوهر تاب نآورده از او جدا شده است. پولودوف با این وسیله خواسته است از همسرش قصد گرفته او را به قتل رساند. امروز از روسیه به تاجیکستان پرواز 4 هواپیمای چارتری به نقشه گرفته شده است. طبق رویخط هماهنگ شده با مقامات روس 2 پرواز از مسکو، 1 پرواز از سورگوت و 1 پرواز دیگر از سنت پترزبورگ به دوشنبه انجام می شود. همه این پروازها را هواپیماهای شرکت سامان ایر انجام می دهند. وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 15 آگوست اعلام کرد که تا آخر ماه به روسیه 55 پرواز در نظر است. تا روز 31 آگوست باز 21 پرواز دیگری چارتری باقی مانده است. شرکت سامان ایر دیروز اعلام کرد که نرخ بلیط ها را به طور استثنایی به این پروازها ارزان تر میکند. در عین زمان هواپیمای شرکت سامان ایر با سیاحان روس در فرودگاه بین‌المللی تولماچیو نوسیبیرسک به زمین نشسته است. این هواپیما به گوی دیروز با بیش از 150 مسافر از دوشنبه به سمت نوسیبیرسک پرواز نمود. مسئولان سامان ایر روز گذشته با نشر یک اعلان گفتند شهروندان خارجی که با مقصد کاری به روسیه سفر میکنند هنگام وارد شدن به قلمرو این کشور باید 14 روز در کرانتین بمانند. یادآور میشوم که هنوز درباره برقرار شدن پروازهای معمولی یا دائمی بین تاجیکستان و روسیه تصمیم گرفتن نشده است. پروازهای منتظم بین این دو کشور آخر ماه مارت امسال به سبب پنجشنبه بیماری کرونا ویروس نو قطع شده بود. تا این دم توسط پروازهای چارتری و راههای زمینی هزارها شهروند تاجیکستان به کشور آورده شدند، ولی همچنان تعداد زیادی آنها منتظر بازگشت هستند. درباره باز شدن مرزهای بین دو کشور نیز هنوز خبری تازه‌ای نیست و مسئله برقرار نمودن پروازهای دائمی بین تاجیکستان و روسیه در حال بررسی مقامات روس قرار دارد. سامانه اخبار کوم از یک صدمه مدهش در شهرهای وحدت، رشت، لخش خبر میدهد. به قول شاهدان این صدمه روز 23 آگوست به عمل آمده. در پی آن 5 نفر راننده، 1 مسافر مرد و 3 مسافر زن به هلاکت رسیدند. از بین آنهایی که در این ماشین بودند تنها 1 کودک 4 ساله زنده مانده است. این ماشین در ناحیه نورآباد به جری افتاده است. به گفته مصاحبان سامانه جسدهای راننده و 3 زن را پیدا کردند، ولی جستجوی جسد مرد تا حال نتیجه نداده است. ماشین را هم هنوز پیدا نکردند. امسال به تاجیکستان واردات ماشین کم شده از خبرگزاری اوستا. از قبل خدمات گمرک تاجیکستان می نویسد که در 7 ماه سال جاری واردات ماشین به تاجیکستان در نسبت همین دوره سال گذشته بیش از 34% کمتر بوده است. اکثر ماشین های وارداتی را نقلات ارزانتری دست دوم تشکیل می دهند. ساکنان اکثرا ماشین های اوپل، مرسدس، تویوتا و هوندای را خریداری می کنند. بنابر رقم های آماری از آغاز سال جاری در بازار داخلی تاجیکستان نقلات سبکرو و بارکش به مبلغ بیش از 338 میلیون سومانی فروخته شده است. طبق اخبار رسیده روز 23 آگوست در شمال و شرق افغانستان عملیات بازداشتی سابق رئیس فدراسیون فوتبال این کشور با ناکامی به انجام رسید. سال گذشته درخواست بازداشت کرام‌الدین کریم 59 ساله صادر شده بود، ولی سابق رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان که با بدرفتاری جنسی در نسبت دختران فوتبالباز افغان در طول 5 سال متهم می شود به زادگاهش فرار کرد. منصبداران ولایت پنجشیر به رادیو زاده گفتند که در شهر بازارک مرکزیت شده تخمینا 200 سلاح به دست محلی دوام 2.5 ساعت به پیشبرد عملیات به نیروهای وزارت امور داخلی مانع شدند. سال گذشته فیفا اتحادیه بین‌المللی فوتبال کریمی را حیاتاً از کار در ساحه فوتبال کنار گذاشته او را 1,100,000 دلار جریمه بست. کریمی باشد خود را بیگناه می‌شمارد.
шароф маҳмудов раиси пешини додгоҳи олӣ ва вазири собиқи адлияи тоҷикистон дар 89 солагӣ даргузашт. Камол Абдуллоев, таърихнигори тоҷик ва яке аз пайвандони Шароф Маҳмудов, дар фейсбук навишт, ки ӯ рӯзи 24 август аз олам чашм пӯшид. Маҳмудов соли 1931 дар шаҳри Конибодоми вилояти Суғд зода шуда бахши ҳуқуқшиносии Донишгоҳи давлатии Тоҷикистонро хатм кардааст. Аз соли 1990 то 1994 ҳамчун раиси додгоҳи олӣ ва аз он пештар ҳамчун муовини вазир ва вазири адлияи Тоҷикистон кор кардааст. Камол Абдуллоев менависад, ӯ аз соли 1994 бознишаста буд. خب بینندگان عزیز، این چند خبری توضیح بود که من در این ساعت برای شما گفتم. با خبرهای بیشتر من شما رو در برنامه منتظر خواهم بود. تا آن دم خدا نگهدار.